شیخ انصاری خانمش هر چه بهش فشار می‌آورد که این مقدار از این سهمینی که پیش شماست خرج شخصی گوش داد. نورات شیخ داریم که آخرین خانم شیخ انصاری پناه به مادر شوهرش برده، یعنی مادر شیخ مرتضی انصاری. گفت من که هرچی به شیخ مرتضی میگن قبول نمی‌کنی، تو مادری شاید حرف تو رو قبول، این همه پول در اختیاره، یک کمی هم ما هم استفاده کنیم. مادر شیخ مرتضی انصاری رفت گفت حالا این همه پول خدا در اختیار تو گذاشته، یک کمی تو هم برای زن و بچه هر چه شیخ میگه بابا این بیت المال نمیتونم فلان، مادر اصلاح میکنم. حالا سر فرصت دیگه شیخ مرتضی انصاری یه پیراهن پوشیده بود، مدت اینو در نیاورد، گذاشت حسابی چهل بشه، کسی بشه. بعد در آورد اینو گذاشت توی تشتی، به خانومش گفتیم پیراهن منو بشور، آبشو نریز. هی این زنه میشست و فشارش میداد، آبه هی از اون زلال بودن میافتاد، هی کدر دیگه کثیف شد. شیخ مرتضی اون پیراهن از اون تشتر آورد، اون آبی که سیاه شده بود از چه به خانومش گفت بیا بخور. خانومش از من این چیزو خوردنیه، به مادرش گفت مادر با پوزش تو بیا بخور، داری توهین میکنی. شیخ مرتضی انصاری گفت مادر بیت المال همین چرکه، تو روایت هم داریم، دقت کردید؟ گفت تو و زنم به من اصرار میکنید که اینو بخورم، یعنی دست درازی به بیت المال فردا قیامت میشه چرک، من باید بخورم. دقت کردید؟ زنم رو دوست دارم، توی مادر رو دوست دارم، اما قانون الهی رو بیشتر نیست.